بچه ها سلام، من آماده شدم. بعدم اشکان رو فرستادم که بره دستوراتش رو بشوره و دوش بگیره و حرکت شما هم برای هموم رفتن اینقدر وسیله با خودتون میبرین؟ من تازه از هموم اومدم و میخوام یکم به پوستم رسیدگی کنم. البته داره تموم میشه. صدای بد. بچه ها این ویتامین C واقعا فوق العاده است برای پوست. تلاش برای ماش دیگه ببینش عالیه اصلا دیگه ببین کشتنش ولی خب دوباره زنده خب حدوداً 250 گرم گوشت که برگر دستازم هستش. بچه ها از نون سبوسدار استفاده کردم که خیلی بهتر از نونای سنگک و بربری و لواشه برای رژیم. و اینم از برگر ما، همینقدر ساده. خب بچه ها مرسی از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین تا اینجا. از اینجا به بعد دیگه قرار غمگین باشین. امروز قبل اینکه ادیت این ویدیو رو تکمیل کنم به خیلی چیزا داشتم فکر میکردم و خب مودم به شدت پایین بود. از خود ویدیو هم مشخص. البته میتونه هر دلیلی هم داشته باشه، چه عصبانیت، چه تغییرات هورمونی، چه بی‌حوصلگی. واقعا مودم امروز بد بود. نمیدونم چرا خیلی دوست داشتم باهاتون جلوی دوربین صحبت کنم. خواستم خیلی خودمونی باشم پیشتون و اینطور که میبینین
علنا با بیژامه اومدم جلو دوربین. میدونین دوست ندارم هیچ وقت ویدیوهایی بذارم که بخواد ناامیدتون کنه، ولی این واقعیت زندگی هر آدمی که بعضی وقتا بخنده، بعضی وقتا ناراحت باشه و با کوچکترین چیزا حالش خوب بشه. حتی یه لیوان چایی هم حالش رو واقعا فوق العاده کنه. پیش میاد بعضی وقتا اینجور روزا که آدم مود هیچ کاری نداره و من الان دقیقا همینطوریم، ولی خواستم با جون دل براتون ویدیو یوتیوب بگیرم و این ویدیویی که شما دیدین تلفیقی از چند روزه و خب عیدم بود، بازخواهی شده بود و من توی عید رژیم نبودم و نمیتونستم براتون ویدیو بگیرم. یکم جدا از بحث رژیم و اینو بیاین بیرون، چون این ولاگا صرفاً برای رژیم نیست. این ولاگا صرفاً برای اینه که تو بتونی یه تایمی از اوقات فراغت تو بیای نگاه کنی ویدیوهای یوتیوب و شاید یکم از اون بیحال بودنه، بی‌حوصله بودنه در بیای. الان البته منم نمیشم براتون کار کنم چون خودم همینطوریم و این تمام تلاشمو میکنم. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه هر جایی که هستین. بچه‌ها واقعا سعی کنین حالتون رو هر طوری که هستش خوب کنین، با موزیک، با کتاب، با نقاشی، با نوشتن. اینا واقعا چیزای الکی نیست. الان من این دوربین رو قطع کنم، قطعا میرم سراغ آهنگ گوش دادن و آهنگای مورد علاقه‌مو گوش میکنم. و اینا چیزایی که حداقل برای چند دقیقه یا چند ساعت هم شده شما رو میتونه از اون طرز فکرتون و فکر و خیالایی که دارین ببرید بیرون. آشپزی کنین، غذا درست کنین، برای خودتون یه لیوان چای بریزین. واقعا دوست دارم یه ژانری توی یوتیوب شروع کنم که فقط معرفی این باشه که چطوری بعضی از تایما رو حالمون رو خوب نگه داریم. نظرتون چیه؟ یه بخش باشه از اینکه چطوری میتونیم حالمون رو خوب کنیم و در کنار رژیم ادامهش میدیم با هم دیگه. پس بهم حتما تو کامنت ها بگین. بعد از مدت ها ویدیو یوتیوب براتون گذاشتم، پس ازتون انتظار دارم که یکم هم شده حمایت کنین تا به من این انرژی برسه که شما هم میخواین که ویدیوهای منو ببینید.